الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک برنامه سوال جواب را دوستان عزیز سر میکنیم و امروز به همه سوال های شما جواب میگردانیم و بعضی سوال های آمده است که درباره علاقه های محرمانه و همخوابگی انشاءالله در آخر برنامه به این سوال ها جواب میگردانیم و یادآور میشیم که هر نفری که اگر یگان مبادا سوال خاص داشته باشد میتواند با تلگرام نویسد، انشاءالله جواب میدهیم. خب یکی از خواهران میپرسد استاد یک سوال دارم، حکم مردی که 5 وقت نماز میخواند و هم زنا و شراب هم مینوشد حکمش چیست؟ 50 سال عمر دارد، 30 سال میشود من با این مرد زناکار زندگی دارم، خسته شدم از زندگی، نصیحت میکنم. میگوید آدم اگر گناه کند نمازش خواند همه گناهش بخشیده میشود. این گپ را تکرار کرده بی‌پروا زنا میکند. التماس جوابش را در نوار دیگرتان انتظارم. خب سر اول دعا میکنیم که الله حق سبحانه و تعالی چنین نفرها را هدایت کند. اگر اینها صادق می بودند هرگز به این گناه، یا اگر نماز اینها و طاعت و عبادت اینها اگر صادق می بود هرگز اینها به گناه کبیره، به زنا و به خمر و عرق و این چیزها دست نمیزدند. الله حق سبحانه و تعالی ببینید، الله حق سبحانه و تعالی آشکارا برای ما و شما بیان کرده است. الله چی میگوید؟ الله میگوید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون. الله میگوید نماز شما، وقتی نماز ما و شما صادقانه میشود، وقتی نماز قبول میشود، صدقاً میشود، الله میگوید نماز اصلا شما را از کارهای بد، از فحشا باز میدارد. انسان اگر نمازش صادقانه باشد هرگز به چنین راه دست نمیزند به این کارها. بنابراین الله میگوید نماز انسان را از کار بد، از فحشا باز می‌دارد. و از این معلوم میشود که آن نمازی می‌خواندگی و آن طاعت و عبادتی که میکند به درگاه الله قبول نمیشود. وقتی انسان را از کار بد، از فحشا، از زنا و از این گناهان کبیره باز نمی‌دارد، کجا قبول شود نماز و طاعت و عبادتی وی؟ بلکه خوف و خطری بر این گناه کبیره دست زدن او دلالت میکند بر چی؟ چنانه که میگویند اگر کسی در چیز زندگی کند بر همون میمیرد. و چنانه که امام مسلم و دیگر اهل سنن روایت کردند در حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و آله از جابر ابن عبدالله روایت شده است که میگویند من مات علی شیء بعث علیه یا بعثه الله علیه. کسی اگر در یک کار بمیرد، در یک حالت اگر کسی بمیرد، بر همون چیز، بر همون حالت الله سبحانه و تعالی او رو روز قیامت زنده میکنند. چقدر نفرانی بودند که نعوذ بالله در حالت زنا وفات کردند، چقدر نفرانی بودند که نعوذ بالله در حالت مستی از این دنیا رفتند. نعوذ بالله کی به او ضامن میشود که در همون حالتش، در حالت زنا یا در حالت بدمستیش وفات نمیکند؟ کی به او ضامن میشود؟ یگان نفر ضامن شده نمیتواند که در حالت زنا و وقتی به همین چیز، به همین کار عادت میکند، نعوذ بالله در همون حالت مردنش احتمال زیاد دارد. وقتی در همون حالت میمورد الله به همون حالت زنده میکند. و چنانه که در صحیحین روایت شده است یک صحابه وقتی که به حج میرفتند در هنگام حج از شتر افتیده زیر شتر مانده وفات کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند او را کفن کنید ولی سرش را نپوشید، زیرا اینکه او روز قیامت لبیک اللهم لبیک گفته میخیزد. الله حق سبحانه و تعالی او را در حالت احرام زنده میکند. چنانه که در حالت احرام وفات کرد در همون حالت برمیخیزد. و انسانی که در یک کار گناه، در یک کار کبیره، زنا و دیگر چیزهایی که گفتید بر همون کار وقتی عادت میکند و نعوذ بالله در همون حالت اگر بمیرد در همون حالت برمیخیزد. خب خواهرهایی که بر چنین شوهر گرفتار شده‌اند، مبتلا شده‌اند بر یک شوهری که عرق مینوشد و شوهری که زنا میکند، آنها حق دارند که از همون شوهر البته اول نصیحت میکند، همراهش صحبت میکند و همچنین حکم در بین آنها یک نفر عاقل، یک نفری که از شریعت آگاه است، از زندگی آگاه است، شوهرش را نصیحت میکند. و وقتی همه این سبب ها را پیش گرفت ولی یگان نتیجه نداد،
چون این زن حق دارد که طلاقش را طلب کند و چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرمودند من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. اگر بنده یک چیز را از برای الله ترک کند، الله سبحانه و تعالی برای او بهترش را نصیب میکند. وقتی زن به چنین مرد یک بار صبر میکند، دو بار صبر میکند، سه بار صبر میکند، چقدر سببها را میگیرد، در حق شوهرش دعا میکند و چنانه که گفتیم یک حکم را، یک نفر را میگوید، برایش نصیحت میکند ولی نتیجه نمیدهد، اگر از برای الله ترک کند، الله برای او بهترش را میرساند. و چنانه که در آیه کریمه آمده است الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین، مردان پاک برای زنهای پاک هستند و زنهای بد و مردان بد برای خودشان هستند. برای مرد زیناکار زنی زیناکار است و برای زنی پاک دامن عفیفه مردان پاک دامن عفیف هستند. خب بالاخره الله حق سبحانه و تعالی رو دعا میکنیم که الله شوهر شما را هدایت کند. خب میگذاریم به سوال دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر، در این سوال من جواب میدادید. زن از شوهر خود طلاق را طلب کرد و بالاخره نشد، جواب را با طلاق دادن. جواب ندادم، اختیار خودش دادم، نخواست دیگر زندگی. یک ماه نشده با مرد دیگر زندگی میکند. نکاح اینها چی میشود؟ خب وقتی شما گفتید اختیارش در دست خودش است، این را طلاق کنایه میگویند. طلاق دو نمود میشود، طلاق صریح و طلاق کنایه. طلاق صریح شما آشکار با لفظ طلاق میگوید طلاق کردم، طلاقت را دادم. اما وقتی میگوید اختیارت در دست خودت است، جوابت را دادم یا به خانه پدر و مادرت رو، و همه با همین لفظها، این لفظهای چی است؟ تو را دیگر دیدن نمیخواهم. همه این لفظهای طلاق کنایه است و طلاق کنایه نیاز به نیت دارد. وقتی شما با نیت طلاق این سخن را گفتید، طلاق شد. بعد طلاق شدن زن باید 3 حیض باید عده بپاید. وقتی عدهش را نپاییده، عدهش نگذشته، بعد از 1 ماه شوهر میکند، شوهر نکاح اینها نکاح باطل است. زنی که در عدهش به دیگر نفر شوهر میکند، نکاحش نکاح باطل است و هر زندگی که میکنند آنها زندگی زنا است. نعوذ بالله. خب میگذاریم به سوال دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد، من سوال داده بودم درباره ویتامین کپسوله. یک میفهمونه خوردنش ممکن است یا نه؟ رحمت الله به شما. این خواهر عزیز در نوار گذشته همچنین پرسیده بودند که کپسوله های هست که امروز داروهای هست که یا ویتامین های هست که در ترکیب آن ژلاتین هست. آیا همون داروها، آیا همون ویتامین ها را استفاده بردنش جایز است، حلال است یا حلال نیست؟ ژلاتین یک محصولاتی هست که از پوست و استخوان حیوان گرفته می شود. با راههای شیمیایی همون ژلاتین را از پوست و استخوان های حیوان ها می برآورند. اگر یک حیوانی باشد که با بسم الله کشته شده باشد یا حیوانی باشد که حیوان حلال باشد و با طریقی درست کشته شده باشد، از پوست و استخوان آن ژلاتین گرفتن حلال است و درست است و استفاده بردن همون ژلاتین در طعام، در دارو، در چیزی نباشد حلال است و پاکیزه است. اما ژلاتین هایی هستند که از پوست و استخوان خوک نعوذ بالله یا دیگر حیوانات های حرام گرفته می شود. استفاده بردن آنها قطعا حرام است. خب اکنون ما وقتی به آمار نگاه میکنیم، 46% ژلاتین هایی که در روی زمین هست از پوست و استخوان، اینها همش آمار هستند، آمارهای رسمی هستند. 46% ژلاتین موجود بوده از پوست و استخوان خوک گرفته می شود نعوذ بالله و 29% از 4% از پوست گاو گرفته می شود دوستان عزیز. و همچنین باز یک آمار دیگر هست که هر ژلاتینی که در اروپا استحصال کرده می شود 80% ژلاتینی در اروپا، در روسیه و در امریکا استحصال شده از پوست و استخوان خوک گرفته می شود. تنها 20% از پوست گاو گرفته می شود. بنابراین هر آن ویتامین و کپسوله های و داروواره هایی که از اروپا و از روسیه گرفته می شود و در آن ژلاتین نوشته شده است، دانید که البته وای اکثر وقت چی است؟ حرام است و از خوک گرفته شده است و تنها 20%ش حلال است
و بنابراین خواهر عزیز از این معلوم شد که از همین آمارها برای ما و شما معلوم شد که اکثریت ژلاتین های امروزه موجود بوده حرام است. از پوست و گوشت و همون استخوان خوب گرفته می شود، از آن پرهیز کردن در کار و اکثریتش حرام است و ما باید چیکار کنیم؟ جستجو کنیم از جایگزین، یعنی الترناتیو همون ویتامین ها و داروهای باید حلالش را جستجو کنیم و همچنین اگر ویتامین و بعضی داروهایی که حالتهای ضروری است حتما شما باید آن دارو را برای معالجه کردن خود استفاده برید. برای شما دکتر توصیه میدهد، همون چیز را نوشته میدهد و برای آن دیگر حلالش اگر موجود نباشد برای شما البته در این حالت ضروری جایز است، باقی ندارد شما استفاده برید. میگذاریم به سوال دیگر. میگوید استاد به ورزش مشغولم، به گشتین گریک و ریمی مشق میکنم. میخواستم که دانم به همین مسابقه ها و نبردهایی که در ولایت ها و جمهوریت میگذرند اشتراک نمودن درست است یا نه؟ قید کردنی هم که در آن انجام یا فرم ورزشی که در آن محاربه میبینیم لباس تنگ میباشد و ایزی عضوهای بدن می نمایند. الله از شما راضی باشد استاد. خب از شما هم همچنین الله تعالی راضی باشد. البته مشق کردن به گوشتین گریک و ریمی یا عموما گوشتین مشق کردن گوشتین آزاد است، مشق کردن جایز است و همچنین از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از صحابه بودند با نام رکانه. پیامبر صلی الله علیه و سلم با رکانه چند مرتبه گوشتی گرفته بودند. رکانه یک انسانی عظیم جثه‌ای پرقوتی در قریش با همین پرقوتیش مشهور بود و چند مرتبه پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی گوشتی میگیرن او رو پیامبر صلی الله علیه و سلم بر او غالب میبینند. حتی رکانه میگوید که ای محمد شما این مسابقه که بین ما و شما گذشت این را پنهان کنید تا اینکه دیگر مردم نگویند که رکانه به چی بای داد و رکانه مغلوب شد. گفته رکانه از پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهش میکند. و همچنین اینجا برادر لباس گفتند. البته لباس تنگ پوشیدن همون لباسی که عضو بدن انسان را ایزهایش را نمایان میکند، متاسفانه همین چیز هست در امروز ورزش‌های چند ورزش‌ها هست. البته این مکروه است. البته انسان بنده مؤمن باید یک لباسی پوشد که عضو بدن او را وصف نکند و ستر عورت باشد، خواه مرد باشد خواه زن باشد. بنابراین شما برادر عزیز کوشش کنید عضو بدن خود را پنهان کنید و یک لباسی بپوشید که عورت شما یا جسم شما را وصف نکند. خب دوستان عزیز، چنانه که در آغاز برنامه وعده داده بودیم اکنون میگذاریم به همون سوالهایی که متعلق به چی به علاقه جنسی و همخوابگی است. البته چنانه که ما میدونیم الله سبحانه و تعالی با یک لفظهای زیبا این چیز را برای ما و شما برای اهل ایمان بیان کرده است و چنانه که عبدالله ابن عباس میگویند ولکن الله کریم یکنی بما شاء. عبدالله ابن عباس ترجمان قرآن میگویند الله سبحانه و تعالی بسیار کریم است. الله سبحانه و تعالی با کنایه یک لفظهای زیبا در قرآن کریم مناسبت‌های زن و شوهر را، علاقه جنسی را با یک لفظهای زیبا الله سبحانه و تعالی برای ما و شما بیان کرده است. و همچنین چنانه که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است صحابه زنها به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمدند و سوالهای خود را میدادند و از پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسیدند. یکی از صحابه زنها به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده گفتند یا رسول الله ان الله لا یستحی من الحق. گفتند یا رسول الله، الله حق سبحانه و تعالی از سخن حق شرم نمی کند. در دین اسلام تا اینکه ما و شما حقیقت را بفهمیم باید سوال کنیم. در این چیزها در این مسئله ها حیا یا شرم کردن درست نیست. انسان به کار خطا دست زده ماندنش ممکن. بنابراین از پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین گفتند و پرسیدند. گفتند یا رسول الله آیا زن وقت جنابت می شود غسل می کند؟ آیا غسل برایش واجب می شود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بله، وقتی زن جنابت می شود غسل باید بکند. و چنانه که در صحیح مسلم آمده است عایشه رضی الله عنها زنهای انصار را، زنهای اهل مدینه را تعریف کرده میگویند نعم النساء و نساء الانصار. میگویند چه خوب هستند زنهای انصار. حیا و شرم آنها را از حقیقت را فهمیدن و پرسیدن من نکرد. آنها حقیقت را جستجو میکنند.
خب اکنون بیایید به سوال ها میگذاریم. یکی از برادرها میگوید داملای محترم، شنیدم که اگر مرد با همسرش در وقت حیض همخوابگی کند 0.5 دینار طلا برای کفاره گناهش صدقه میکرده است. همین خیلی است؟ آیا همین درست است؟ خب پیش از آنی که به این سوال جواب دهیم تاکید میکنیم که البته در وقت حیض به زن نزدیکی کردن این یکی از گناه‌های کبیره است. الله حق سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگوید و یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. الله میگوید شما را از حیض، از عادت زنانه میپرسند، بگویید که این چی است؟ این اذیت است، برای زن یک چیز اذیت است و شما در هنگام عادت ماهانه در وقت حیض از زنها خودتون رو دور کنید، به زنها نزدیکی نکنید. از علاقه جنسی الله حق سبحانه و تعالی از نزدیکی کردن، همخوابگی کردن با همسر در وقت حیض الله حق سبحانه و تعالی مردان، ما و شما مردان را نهی کرده است و این گناه کبیره است. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث های صحیح خود میفرمایند من اتى حائضا او امرأة فی دبرها او کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل الله علی محمد صلی الله علیه و سلم. پیامبر میفرمایند، میگویند اگر مرد در حالت حیض به همسرش نزدیکی کند، یعنی علاقه جنسی کند، و همچنین اگر از عقبش نزدیکی کند، از مقعدش نزدیکی کند، این هم حرام است و گناهی کبیره است. چنانه که در حدیث های دیگر انشاءالله حاضر ذکر میکنیم، از قفایش نزدیکی کند یا یک فالبین را، یک سحرگر و جادوگر را به سخنهایش را تصدیق کند و باور کند، در حقیقت به دین محمد صلی الله علیه و سلم کفر ورزیده است، کافر شده است. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیثی که در صحیح ابو داود روایت شده است میگه ملعون من اتى امرأته فی دبرها، لعنت به لعنت گرفتار شده است، لعنت شده است مردی که زنش را از قفا نزدیکی میکند، به مقعدش نزدیکی میکند. این گناه کبیره است در حالت حیض، در حالت نفاس و همچنین از مقعد نزدیکی کردن، اینها همه گناهان کبیره است. همچنین در دیگر حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و میگه لا ينظر الله عز وجل الى رجل جامع امرأته فی دبرها. الله حق سبحانه و تعالی به همان نفری که از عقب زن نزدیکی میکند به اون نظر نمیکند. میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم. چقدر حدیث های صحیح زیاد داره. خب اکنون جواب میدهیم به سؤال همون برادر. فهمیدیم که این کار گناه کبیره بوده است، در وقت حیض و در وقت نفاس و از عقب نزدیکی کردن گناه کبیره است، مرد باید خودداری کند. ولی اگر مبادا همین کار شدمان، به همین کار دست زدمان، شهوت خود را داشته نتوانست، باید چی کار کند؟ اکثریت اهل علم گفتند که و همچنین در مذهب امام اعظم مرد باید صدقاً توبه کند و همچنین اگر زن با اختیار خودش باشد زن و شوهر باید صدقاً توبه کنند. ولی بعضی از اهل علم از جمله امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه گفتند که بغیر از توبه انسان اگر همین کار را به همین کار دست زند، بغیر از توبه انسان باید کفاره دهد، صدقه دهد. چنانکه که در بعض حدیث های صحیح آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که اگر نفر به همسرش در حالت حیض نزدیکی کند باید 1 دینار یا نصف دینار را صدقه کند. به نیازمندان باید چیکار کند؟ صدقه کند. در شرح همین حدیث اهل علم میگویند که 1 دینار اگر اول حیض باشد و نصف دینار اگر آخر حیض باشد، نصف دینار. خب 1 دینار چقدر است؟ 1 دینار با پول امروزه برابر به 4.25 گرم طلا، 4 گرم و از 25 گرم طلا برابر است. ما ضرب میزنیم به نرخ طلای تازه امروزه. 1 گرم طلا چقدر باشد؟ ضرب میزنیم به 4.25، همون مقدار را تقریبا $150 را انسان باید چیکار کند؟ کفاره بسپارد. خوب میگذاریم به سوال دیگر. باز یکی از نفرها میپرسد که استاد زن میتواند بعد همخوابگی با مرد کودک را شیر دهد از پستان دوش نگرفته؟ البته جایز است، باک ندارد، زیرا اینکه بنده مؤمن هرگز ناپاک نمیشود. چنانکه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح گفتند ان المؤمن لا ینجس،
البته مؤمن نجاست نمی شود، ناپاک نمی شود. همچنین یکی از قصه ها هست که در حدیث صحیح روایت شده است. ابو هریره رضی الله عنه یک روز میبرویند و پیامبر صلی الله علیه و سلم را میبینند و از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگریزند و بعد مدت پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسند که از من گریختی؟ ابو هریره در جواب میگویند که من در حالت جنابت بودم و نخواستم که در حالت جنابت با شما چیکار کنم، روبرو شوم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب میگویند مؤمن هرگز نجاست نمی شود، مؤمن ناپاک نمی شود. بنابراین بعضی نفرها همچنین میپرسند که در ماه شریف رمضان سحری خوری کردن در حالت جنابت آیا درست است درست نیست؟ بله درست است. مؤمن ناپاک نمی شود هرگز. یعنی جسم مؤمن، بدن مؤمن هرگز ناپاک نمی شود. آن ناپاکی که در حالت جنابت است آن ناپاکی معنوی است. بنابراین وقتی ما نماز میگذاریم و عبادت برای عبادت الله آماده میشویم باید انسان چیکار کند؟ غسل کند و باید انسان طهارت کند و این چنونی که گفتیم ناپاکی معنوی است. خب میگذاریم به سوال دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد درباره مردی که دو زن را در یک خانه نگاه می‌دارد و خانه خوابشان بری در بر هستند، یک شب با این زنش یک شب با زن دویمش و زن یکمش حتی شبها آواز همخوابگیشون هم میشنوند، لیکن طاقت میکند این روزها را. به این خیل مردها از دین اسلاممون چی گفتنی دارید؟ خواهشمندم جواب دهید. بارک الله فیکم اخی. به شما هم همچنین الله سبحانه و تعالی برکت دهد خواهر عزیز. و درباره دوزنگی ما در نوار گذشته صحبت کرده بودیم ولی اینجا تاکید میکنم که آواز همخوابگیشان را میشنوند. البته از حسن بصری رحمت الله علیه روایت شده است که میگویند کانوا ای الصحابه او کبار التابعین یکرهون الوجس وهو ان یطع احداهما والاخرى تسمع الصوت. از حسن بصری روایت شده است که میگویند صحابگان بزرگ و همچنین کبار تابعین بزرگوار وجس را خیلی بد میدیدند و همچنین اینجا معنای کراهت را شرح داده میگویند که معناه التحریم، معنای بد میدیدند یعنی کراهت میدیدند، معنایش این چیز را حرام میدانستند، یعنی خیلی بد میدیدند وجس را. وجس چی است؟ وجس وقت همون صدای علاقه جنسی را همسر دیگرش شنیدن است، یا علاقه جنسی آواز صدای همخوابگی را یک نفر دیگر شنیدن است. نعوذ بالله. این چیز حرام است قطعاً برادر عزیز و از این چیز مرد باید چیکار کند؟ خود را نگه دارد. و همچنین اگر از همسر دیگر فرزندان داشته باشید این به روان همون فرزندانتان و تربیه روانی همون فرزندانتان خیلی تأثیر منفی میرساند. و همچنین اهل علم تاکید کردند که بسیار تاکید میکنند که اگر در یک حجره شما همراه فرزندانتان خواب کنید خیلی به احتیاط باشد. انسان فرزندش وقت صدای این چیز را میشنود با او خیلی تأثیرات منفی میرساند و تربیه او خللدار می شود. و همچنین زن رشک دارد و این چیز را بزرگان ما و شما صحابگان و کبار تابعین بد می دیدن این چیز را و حرام گفتند. بنابراین از الله سبحانه و تعالی دعا می کنیم که ما و شما باز مردان را مردانگی عطا نماید و همچنین عدل کردن بین زنها الله سبحانه و تعالی ما و شما را موفق گرداند و از این کارهای بد ما و شما را نگهبان باشد. دوستان عزیز تا اینجا برنامه ما به آخر رسید. انشاءالله سوالهای شما را منتظر هستیم و کوشش میکنیم به همه سوالهای شما جواب گردانیم. شما را به الله سبحانه و تعالی میسپاریم. الله نگهبانتان باشد.